سارای 20 ساله کل پسندازش رو داد تا یه سالن بیلیارد باز کنه. اولش ساعتی $25 از مشتریا میگرفت، ولی دیگه کسی نیومد. تعرفه رو کرد $15، ولی همچنان خبری نبود. داشت همه چی رو از دست میداد. یه شب که از استرس داغون شده بود، رفت تولد یکی از دوستاش. اونجا با مردی به اسم توماس آشنا شد. کسی که تا 50 سالگی 3 بیزینس رو ساخته و فروخته بود. توماس که وضعیت سارا رو دید، بهش گفت تو میخوای پول بیشتری در بیاری مگه نه؟ پس چرا فقط به درآمد ساعتی فکر میکنی؟ در کسب و کار حداقل 27 روش برای سود کردن وجود داره. اگه سیستم منو اجرا کنی، درآمد 10 برابر میشه. سارا خیال کرد داره شوخی میکنه، ولی توماس کاملا جدی بود. اولین کار اینه که یه تابلو بزنی دم در. مشتری هایی که برای اولین بار میان اینجا 30 دقیقه اول رایگان حساب میشه. سارا گفت رایگان؟ اینطوری که ورشکست میشم. توماس لبخند زد. بهش فکر کن، کی فقط 30 دقیقه بیلیارد بازی میکنه؟ بیشتر آدما 2-3 ساعت میمونن. تو 30 دقیقه رو رایگان میدی، ولی بقیه‌شو پول میگیری. 2 هفته گذشت و سالن ترکید. آدمایی که اصلاً اسم اونجا رو نشنیده بودن صف میکشیدن که رایگان بازی کنن و بعدش ساعت‌ها میموندن. وقتی مشتری‌ها زیاد شدن، توماس قدم بعدی رو گفت. یه اشتراک عضویت درست کن. $49 برای ثبت نام. کسایی که اشتراکو میخرن به جای $15 ساعتی $9 پرداخت میکنن و هر دفعه هم یه نوشیدنی رایگان میگیرن. سارا مردد بود. یه نوشیدنی رایگان؟ مطمئنی ضرر نمیکنم؟ توماس گفت بهم اعتماد کن. مردم تنهایی بیلیارد بازی نمیکنن. دوستاشونو میارن. یه نوشیدنی مجانی برای یه جمع 3-4 نفر کافی نیست. قطعاً بیشتر میخرن. سود پنهانت همینه. توماس ادامه داد. حالا یه تورنمنت ماهانه راه بنداز، فقط برای اعضا. نفر اول 500، دوم 250 و سوم $100 برنده میشه. هر کسی هم که شرکت کنه یه جایزه کوچیک به عنوان یادگاری میگیره. مثلا یه ماکت از میز بیلیارد. سارا گیج شد. هزینه این کار خیلی زیاد میشه. اصلا فایدهش چیه؟ توماس سرشو تکون داد. تو داری دلیل برگشتن بهشون میدی. دیگه فقط بیلیارد بازی نمیکنن، دارن رقابت میکنن، دوست پیدا میکنن و جزئی از یه جامعه میشن. سارا دقیقاً طبق حرفش عمل کرد. 90% مشتریا اشتراک $49 رو خریدن. هفته به هفته، ماه به ماه برمیگشتن. 6 ماه بعد سارا نتیجه رو با چشمای خودش دید. اون تونست 2 شعبه دیگه بزنه و درآمدش 10 برابر شده بود. یه روز توماس رو دید و ازش پرسید چطور اینجوری فکر میکنی؟ چطور چیزی رو میبینی که بقیه نمیبینن؟ توماس خندید و حرفی رو زد که سارا هیچ وقت فراموش نکرد. توی دنیای امروز فقط کسب و کارهایی میمونن که سیستم درستی داشته باشن. به جای پول، مشتری و اولویت اول قرار بده. تجربه‌ای بساز که باعث بشه دوباره و دوباره برگرده و اینطوری پول خودش میاد سراغت. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.